به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه‌ها می‌خوندیم که ضحاک جوانان را می‌کشت یا فرعون نوزادان را می‌کشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان‌های تاریخی و افسانه‌ای را در این رژیم اهریمنی می‌بینیم. خامنه‌ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانی‌اش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را می‌کشد. چرا که به خوبی می‌داند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هر چقدر دشمن بی‌شرافت و بزدل و پس‌فطرت است، زنان ایرانی شجاع و محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه‌ای فکر کردن به ظلم‌های این رژیم پلید شیطانی موهای آدم را به یکباره سفید می‌کند، کمر صاف را به یکباره خم می‌کند و جوانی به یکباره پیر می‌شود. از شکنجه‌ها و تجاوزها و اعدام‌ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند. چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه‌های وحشیانه شیاطین از دست دادند. چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدان‌های اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند، خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هر چه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندان‌هایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می‌شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می‌آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می‌بندم و سوگند و قسم می‌خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.